سلام بچه ها، بریم برای درخواست شما که ادامه ماندالای پرسفون یعنی ماندالا ملکه رو به صورت کامل میخواست. این تا رج 17 بود که مرکزش بود و میتونید یه مینی ماندالای جذاب داشته باشین، سوزن کشی کنید و روی حلقه نصب. خب از رج 18 به بعد میشه ماندالای بزرگ دیگه، سایز بزرگش. من انتهای رج 17 یه بست دادم روی پای کوتاه اول، 1 2 3 4 با 4 تا بسته دیگه که روی پایه ها میزنیم میریم روی پای کوتاه پنجم و ما میخوایم بافتمون تو رج 18 رو از داخل فضای زنجیره ببافیم. پس با بست ما میریم تا روی یعنی پایه قبل از فضای 3 زنجیره. و این هم 4. یه زنجیره میزنیم برای شروع رج، میریم داخل باید توی فضای 3 زنجیره هم یه دونه دیگه بست بزنیم که جمعا میشن 5 تا بست. یه زنجیره میزنم برای شروع رج توی فضای 3 زنجیره، یه پایه کوتاه میزنم. 13 تا زنجیره میزنم، 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. میریم مستقیم دیگه، تمام پایه ها رها میشه. توی فضای 3 زنجیره بعدمون یه دونه پایه کوتاه دیگه میزنیم. دوباره 13 تا زنجیره، تو فضای 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه. انتهای رج باید 16 تا پایه کوتاه و 16 تا فضای 13 زنجیره داشته باشیم. تکرار همین بافته تا انتهای رج و این رج یه رج خیلی آسونی هستش. خب بچه ها، شروع رج 19 انتهای رج 18 رو من بست دادم روی اولین پایه کوتاه. ببین ما حالا توی این رج باید پایه سوبل نیمه و با هم ادغام کنیم دور پایه کوتاه دوم و پنجم که علامت زده بودیم دو طرف این پایه ادغام. نشانک ها رو در میاریم. 3 تا ببینید یه زنجیره میزنیم برای شروع رج. 3 بار نخ دور قلاب برای پایه سوبل. ببینید ما میایم اینجا پایه کوتاه ها رو نگاه میکنیم. از این قسمت این میشه دومین پایه کوتاه، هم دورش نخ میگیرم و پایه سوبلم رو به صورت برجسته از جلو و نیمه، یعنی 3 مرحلهش رو کور میکنم، مرحله آخر رو نگه میدارم. دوباره 3 بار نخ دور قلاب و میرم ببینید پایه کوتاه ها رو نگاه میکنم. 4 و 5 ما باید دور پایه کوتاه پنجم، آخرین پایه کوتاه این قسمت، 6 نه 5 دونه میگیرم و دو تا کور میکنم و توی 3 مرحله. بعد 3 تا نخ میمونه روی قلاب، با هم یکی میکنم. پس به این صورت میام پایه ادغام تزیینی رو با پایه سوبل انجام میدم به این صورت. خب حالا میریم مستقیم توی فضای 13 زنجیره‌ای 13 تا پایه کوتاه میبافیم. یعنی این رج به همین راحتیه، فقط دور این پایه ها باید پایه دوم و پنجم توی این قسمت که علامت زدیم، دومین پایه کوتاه و پنجمین پایه کوتاه پایه سوبل نیمه ببافیم. توی فضاهای زنجیره‌ای هم 13 تا پایه کوتاه تا انتهای رج 19. به همین صورت این باف تکرار میشه و بست انتهای رج روی پایه سوبل ادغام ابتدای رج. توی این گندمی میام بست میزنم. بست انتهای رج 19 رو بچه ها من بافتمش تا انتها و زدم روی این پایه سوبلیم که ادغام داشتیم. خب برای شروع رج 20 ما باید توی رج 20 روی حلقه پشتی تمام پایه ها روی حلقه پشتی پایه ها بیایم پایه بلند ببافیم. حلقه پشتی به کدوم حلقه میگن؟ ببینید ما توی روی هر پایه 3 تا لپ داره. این لپ جلویی، این گندمی رو ببینید در نظر بگیرید، این بزرگه رو، لپ جلویی، لپ پشتی و لپ سوم میشه این لپی که به صورت افقی، ببینید این پشت برش میگردیم، یه دونه خط به صورت خط افقی این قسمت هست. نخ که ظریف‌تر باشه سخت‌تر پیدا کردنش. ببینید این خط رو، این لپ سوم میشه. پس ما 3 تا لپ برای هر پایه داریم. چون من یکم محکم اینو بافتم، این رجه رو خواستم کنار هم باشم، پایه ها یه ذره کوچولوه. لپ سوم اینم هنوز نشده، این حالت افقی است.
است، لوپ سوم، لوپ دوم و لوپ اول. 3 تا لوپ داره. حالا توی این رژ ما میتونیم توی لوپ پشتی ببافیم، یا اینکه اگر نختون اذیت نمیکنه این لوپ سوم رو هم بگیرید، به جای به غیر از لوپ دوم لوپ سوم رو هم همزمان بگیرید که پای بلندی که میبافید محکم تر باشه. پس من با یه دونه بست دوباره میرم توی لوپ پشتی اولین پایه کوتاهم که این میشه و 13 تا پایه بلند توی حلقه پشتی ها میبافم. روی هر پایه کوتاه یه دونه پایه بلند. میخوام حلقه سوم رو هم باش بگیرم، یعنی لوپ سوم رو، و بستم رو این قسمت بزنم. خب برای شروع رژ میتونیم 3 تا زنجیره بزنیم به جای پایه بلند، یا میتونیم به این صورت یه کوچولو ببینید اندازه ارتفاع پایه بلند نخ رو بیارید بالا، به 2 روش میشه. پایه بلند رو با هم 3 زنجیره هم میریم، یه کوچولو میکشیم بالا، انگشتتون یا ناخنتون رو میگیرید روی این حلقه، یه تاب به این صورت میدید، دستتون رو همونجا نگه میدارید، بعد نخ میندازید روی قلاب، در میاد از این تابه، 2 تا دیگه میمونه روی قلاب، یه بار دیگه هم 2 تا یکی میکنیم. این شروع رژ میشه به این صورت باشه، میشه هم 3 زنجیره بشه. بعد انتهای رژ که رسیدید میتونید توی این گندمی بستتون رو بزنید، یا توی زنجیره سوم. اگه بچه‌ای که با 3 زنجیره شروع میکنن رژشون رو میتونن توی زنجیره سوم. پس من شروع میکنم 13 تا پایه بلند باید ببافم توی حلقه پشتی. من حلقه سومم باید باهاشون بگیرم چون کار تمیزتر میشه. حالا چون توی فیلم الان اذیت میشم و نمیبینم، واقعا نمیره، واقعا توی قلابه ببینید قلاب داخلش نمیره. تا جایی که بتونم این حلقه رو بهتون نشون بدم که با حلقه دوم، یعنی با لوپ دوم، این لوپ سوم پشت پایه رو بگیرید که بافته خیلی منظم تری بهتون بده. پس من میام روی تمام پایه هام توی لوپ پشتیشون یه دونه پایه بلند میبافم. جمعا میشه 13 تا، یعنی 16 تا. بس از این 13 تا پایه بلند باید تا انتهای رژ داشته باشیم. پایه های ادغام رها میشن. پس این قسمت 13 تا پایه بلند روی لوپ‌های پشتی، این قسمت 13 تا انتهای رژ 20. خب بچه ببینید چون حلقه قلاب من شماره 1.75 بود، من حتی 1.6 هم برداشتم، دوباره نمیتونستم حلقه پشتی رو بگیرم، برای همین به خاطر این موضوع یه قلاب خیلی ریز برداشتم، شماره 7 خب 7 میلیمتره. بعد که بتونم اون لوپ سوم رو ببینید که بتونم اون لوپ سوم رو با اینا بگیرم، با لوپ پشتی، با لوپ دوم، و بتونم بافت تمیزتری داشته باشم. ببین چقدر محکم و منسجمه. پس میام و این لوپ پشتی رو دوم رو میگیرم، لوپ سوم پایم هم میگیرم. پای قلاب که ریزه این کار انجام میشه، فقط باید شلی سفتی پایتون رو دقیقا مثل قلاب قبلی ببافید.